الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا حمد و ثنا مر خداوند را، بعد از آن درودی بیادت مر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را. خب صحبت بیگینه دوامش خدا خواهد. از حضرت علی رضی الله تعالی عنه گفتند بسم الله الرحمن ولا خیر فی مال لا سخاوت فیه. نیست خوبی، نیست خیر در مالی که در وی گفتن سخاوت نباشه. یعنی سخاوت کردن الله سبحانه و تعالی برای ما و شما مال میته انشاءالله. الله سبحانه و تعالی مولم دنیا را هم الله سبحانه و تعالی خودش میته. لیکن همون مالم باید که چی داشته باشه؟ الحمدلله سخاوت داشته باشه، خیر داشته باشه انشاءالله. خدا خواهد. عایشه مادر صدیقه رضی الله تعالی عنها در باب سخاوت میگن، سخی میگن یک درختی است که شاخش میگد در روی زمین است. کسی که اگر انشاءالله سخاوتمند شود، یعنی حقی بیچاره، حقی کم بغلا، مثال محتاجان ده اگر یعنی چی خیر احسان کنه، گویا که همون درخت نه چنگ زده شاخش نه و هیچ کارش میکنه به جنت میبرش. گفتن بخیلی هم گفتن این چنین گفتن یک درخت است که بخیلی هم وقتی که اگر خدا خواهد انسان مال میته دنیا خیر احسان نکنه و هم شاخش میگه در همه دنیا های، یعنی وقتی که چنگ میزنه یعنی وچی به دوزخ میبرش. ببین انشاءالله خدا خواهد ما باید که انشاءالله چی باشیم؟ الحمدلله کمای بیشه خدا خواهد سخاوتمند باشیم انشاءالله. هیچی نداشته باشیم، اگه انشاءالله یک از خونه تو بیایه هیچی نداشته باشیم، میگه قول طیب صدقه. همین گپی خوبه انشاءالله خدا خواهد صدقه. همدین که امر معروف کردن هم صدقه. یک سنگ خدا خواهد را گرفته چکنده موندن، یک خور انشاءالله خدا خواهد گرفته موندن. خلاص کلام که صدقه بسیاره، لیکن صدقه عاقبتش خدا خواهد انشاءالله جنته. عطار رحمت الله علیه میگن در سخا کوش ای برادر در سخا، تا بیابی از پسی شدت رها. میگه در سخاوت کوش، برادر سخاوت کن. یعنی مقصد سخاوت چی؟ خیر احسان از شدت ها، از سختی ها انشاءالله با توفیل اون یعنی صدقات الله سبحانه و تعالی چکا میکند؟ من شما خدا خواهد نجات میده. زان که نبود دوزخی مردی سخی. مردی سخی گفتن هیچ وقت دوزخی نمیشه. ببینید زان که در جنت چی است؟ یعنی در روح مردی سخی نوری صفاست. حتی الله سبحانه و آدم سخاوتمند روش پر نور میکنه. زان که مثال در جنت قرینی مصطفی است. حتی که در جنت با پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم انشاءالله خدا خواهد یک جای میشه. حق تعالی بر در جنت نوشت، این که جای اسخیا باشد بهشت. حتی بینین که الله سبحانه و تعالی در جنت یک دروازه مخصوص بابی اسخیا یعنی سخاوت میکنه یا بابش. حتی که جنت نمیته است که یعنی جای چی اسخیا باشد بهشت. انشاءالله خدا خواهد سخاوتمندا جاش چیه با انشاءالله در جنت ای. از خیا را بر جهنم کار نیست، جای ممسک جز درونی نار نیست. حتی آدم سخاوتمندان انشاءالله خدا خواهد جهنم در جای نیست، جهنم کارم نداره. جهنم جایی که جای ممسکا های، جایی که بخیلا های که الله سبحانه و تعالی چی میتیه؟ یعنی مالش میتیه، دنیاش میتیه انشاءالله خیر نمیکنن.
حتی اینکه آدمی اسخیا خدا خواهد یکم جنت میدره. روز قیامت 4 نفر انسان ها، 4 نفر به حساب و کتاب نزد دروازه جنت میرن. یکم عالم هایی که علمشون عمل کرده، دویم انشاءالله خدا خواهد حاجی، سیم انشاءالله خدا خواهد مجاهد در راه خدای تو جهاد کرده، چهارم که اسخیا. بعد منازعه میکردن، جنجال میکردن، میفتد که یکم من جنت میدرم، اینش میفته که یکم من جنت میدرم، اینش میفته یکم من جنت میدرم. بعد حضرت جبرئیل امین خدا میفته که برو بین اینها چکار کن، یعنی محاکمه کن. بعد یکم خدا خواهد انشاءالله به هم میپرسیده حاجی را، خب های تو چیکار کردی در دنیا که دعوای چی داری؟ یکم جنت دورمدن داری. میگه من در دنیا با پول حلال در راه رضای الله سبحانه و تعالی چیکار کردم؟ انشاءالله حج کردم. بعد میفتست که تو همین ثواب حج از کی آموختی؟ که کی تعلیم داد که تو؟ میگه از عالم. ناشفتم ادب تا نگه دار، در پیش استاد تو خاموش شو. بعد اون مجاهد میپرسه در راه خدا خیلی تو چیکار کردی در دنیا که دعوا میکنی که من یکم جنت میدرم؟ همان در راه خدا ضد کافرها جنگ کردم، در معرکه خدا خواهد انشاءالله جنگ شهید شدم. من میخوام که خدا وعده کرده شهیدا جاش جنت. لیکن گفتن همین ثواب شهید شدن از کی یاد گرفتی تو؟ که کی تعلیم داد که اگر تو هم خیلی در یعنی جهاد کنی جنت میره؟ گفت که عالم نباشم، گفت ادب نگه دار پیش استادم. مردی سخی هم میپرسید که خواست تو چی دعوا داری که یکتا من جنت میدرم؟ میگوی خیلی من در دنیا برای خدا سخاوت کردم، آخی من در گفت که جای جنت جای اسخیا باشد بهشت. خیلی گفت خدا وعده کرده که من دائم پول میافتم در راه الله خدا خود بیوه و بیچاره و کمبغل و محتاجین صرفش میکردم. خیلی همین آخه از کجا دونستی تو؟ از کجا یافتی؟ خیلی گفتن از یعنی عالم نباشم تن ادب تا نگه دار. بعد عالم میفتین که عالم دماغ یکم جنت میدره. عالم میفته که نه جبرئیل، من همین علم به سبب سخاوت همین سخی کردم. همین سخی پولی افتشه 4 تنگه من داد، من چی شدم؟ خوندم عالم شدم. من گفتم در پیش یکم نمیدرم، انا یکم سخی انشاءالله خدا خواهد جنت میدره. من سخاوت من دار الحمدلله از همه پیش به عدد شکر. حتی که رسول میگن که الصدقه ترد البلاء و تزید العمر. صدقه بلا را دور میکنه، حتی عمر را زیاده میکنه. با صدقه دادن پول کم نمیشود، با خیر کردن انشاءالله خدا خواهد کم نمیشود. شما اگر در راه الله 1 سوم که خدا 10 سوم وعده کرده. حضرت امام میگه با یک قول با یک احسان 700 خدا دیهد از فضل بهد. خدا از اقرض الله گفت ای جان چرا نبخشید در راه حق احسان. تو میمیری احسانت نمیرد، زتنگی های محشر دست بگیرد. ای تو میمیری نکه احسان که نمیمره. یک مسجد ساختی، کوپورک ساختی، انشاءالله خدا خواهد مکتب ساختی، یا برای کودکا گویم که باغچه ساختی، یا گویم که یک مردم آب راوردی، یک درخت شنوندی الحمدلله، یک درخت شنوندی، از اون درخت ساخت همه چی آدم میخوره، چی انشاءالله حیوان میخوره، چی پرنده چی درنده، البته ثوابش بر شما رسیده میسته انشاءالله خدا خواهد. بینی؟ تو میمیری میگن لیکن احسانت نمیبره انشاءالله خدا. من مسجدم الحمدلله 1998 سال مسجد سر کرده. چند قشیده کن؟ 98 باشد؟ 24 سال شد می؟ نه 24 نه
33 سال میشه همین 88 34 سال 34 سال میدونی کیها در اینجا بودن 34 سال 64 ندور مدن 64 ها الحمدلله برفتن لیکن مردن احسانشو زنده هر روز دعا میکنیم که خداوندا همین مسجد آباد که رفتگی هم چیکار کن جاشون جنت کن الحمدلله الان نام سالو تقریبا اون دوره هونده 70 و 80 نبودگی همون 98 سال و 80 نبودن می الحمدلله من امروز خدا خواهد احسان شو چیه زنده ہے ما میمریم احسان انشاءالله خدا خواهد نمیمره برای همین خدا خواهد پیوسته مرد سخاوت من باشه انشاءالله خدا خواهد هیچ انشاءالله خدا خواهد از سخیکی دور نشه همین بزرگ گفتین که کودکا را ما یک چیز دوست میداریم کودکایی که مثال تا سنی 7 گیم که بلاغت یا که بلاغت تا 10 12 یک میگه وی دارن انشاءالله خدا خواهد بابی سخاوتمندی دارن یگان چیزی که دارد هرگز دریغ نمیداره یگان کس آدم میگن که کشتی با کشتی همسایش جنگ میکنه تپ میزنن با 15 میاد بعد باید جورنجه بمیگه با بوزی کنیم یکی ما چی؟ کی نمیگیریم بینید من یک خدا خواهد 4 تا کودک میگم بینید من رو هم دروازه مسجد برم یک بچه و 4 تا همسیب بینن که دخترک هم یکم یکم میخونن همین توری دروازه مسجد نه یک تا مروج نخردیان یک دونه مروج نه بچه یک گفته که هممون یک باری میلسیم من هم یک بار میلسیم باید با کنترلش داره دوبار نلسی با میگم هوا یک تا مروج نه 4 کس خوردن من رسو شاق من شدم تماشا کردم بعدش بعد فرش کنم یه بگفتن خب میگه این یک تا هم با هم دیدمش دوم لفتن ما تا من این پولک گیره علاقی ده خرده خیره افرین تشکر با شما بینید میگه مردی کودکو هیچ وقت دریغ نمیداره تاش نباشم بابی میگه سخاوتمنده حالا ما شما کلمه اگر خداش خود است باشیم باشد یه همسایه به بچهش میکنیم نبینش باشه نخوره ما لیکن باید ما هم همچنان چی باشیم سخاوتمند باشین انشاءالله خدا خواهد بینید از خیا سخاوتمندا یک کمی به جنت میدرن الحمدلله چی داری دریغ نداری الله نه چی داری انشاءالله خدا خواهد پیغمبر بزرگ هیچی نداشت نه که در یک روز 1000 تیلا صدقه میکرد هیچی نداشتم و او بیچاره با من زپس خدا خواهد چند میلیون در پلوه نه که میترسه نه که بدادن کم نمیشه چند که خدا خواهد بدی همه قدر زیاد چیدن میگیرن خدا برکش میده انشاءالله خدا خواهد برای همین انشاءالله این مسئله همه مشیار شیم خدا خواهد انشاءالله کی میاد قطعی نظر هیچی نتونیم گپی خوبم زنیم انشاءالله خدا خواهد دیرشب برداریم انشاءالله خدا خواهد باید ما ترغیبات بریم خدا خواهد برای کمبغلا خیر احسان دادن ترغیبات بریم حتی خدا وعید میکنه ما شما را الا یحض علی طعام المسکین شما میگه آدم ها را رغبت نمیکنونه برای چی؟ کم بغل طعام دادن خدا من سوره ماعوننده یعنی ما باید که ترغیبات بریم که خیر احسان اولین چی توی هم میکنی باید کم بغل باشد خیر هم میکنی باید کم بغل باشد احسان باید در کم بغل انشاءالله خدا خواهد اجرا کنیم چون که همون بیچاره ها محتاج چی هستن؟ بایا هستن نفقه خیلی بایا هستن خدا حالا برای بایا نفقه با توفیل دعای اینا انشاءالله با دولت شما خدا چندان کرمت باز زیادش میگرده انشاءالله خدا خواهد در اینجا صحبت با پایان میرسانیم انشاءالله خدا خواهد چون که هر یک ویش ساعت ها گپ زنیم کمه الحمدلله به عدد شکر خدا خواهد بوبی سخاوتمندی بسیار بسیار حکایه های شیرین داره خدا خواهد
من ببینین درخت نیت چیزی میگم تو درخته. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم کوچه نگذشته رفته سوادن که یک یهودی درختی انگور شنونده است. تاکش میگن انگور. هم نشونه خونه آنده. ولی خود منم نیست خدا خواهد منم نیت کردیم انشاءالله خدا خواهد. همین خدا خواهد میشونده. جنت برای تو ای برادر مبارک باشه گفتن. که اولنگی یهودی گفت که من چی عمل کردم که محمد برای من جنت مبارکه. الله سبحانه و تعالی کسی که در دنیا انگور میشونه جای و جنته گفت. از همه جهالت میگه انگور میکنه و میپرتش. میگه من نرفتم همون جنتی که تو میگویی. گفت ای برادر گفتم یک بار شنوندی جا جنته دیگه علاج نیست. جان فدای همون الله بود. جای هم فدای تو محمد بود که برای یک انگور جای من بهشت. لا اله الا الله گفت ایمان آورد عزیزی من. ببین محمد صلی الله علیه و سلم حتی که دشمناش هم رغبت میکنند. دشمناش هم انشاءالله سالی که مدینه رفتن اهل دهقانای مدینه جمع رفتن که یا پیغمبر امسال همه درختها گفتن خرما شاخاش بره. گفتن شاخاش بره. وقتی که شاخاش بردن حاصل کم داد. سال دیگر با جمع زده اومدن گفتن که یا محمد امسال چیکار کنیم؟ گفتن من ببینه همون کار خدا تو متخصصه. همون کارتون هم تجربه خودت میکردن گیره میگن همون سال نبریدن خرمای خوب گفتن. تو پیش محمد می اومدن نصیحت میگفتن چیکار کنیم؟ چون که معلمی نخستین مسلمان ها که از محمد صلی الله علیه و سلم. الحمدلله بینید چندین حکایه های شیرین است. خدا خواهد انشاءالله پیامبر سلام حتی ترغیبات میکردن رغبت میکنندن تا اینکه چی از دین اسلام انشاءالله خدا خواهد دور نشوند. یک دونه هم باشه خدا خواهد فخر میکنن. یک دونه هم صف اسلام زیاد شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم حرکت میکنن. برای ما هم در این دنیا خدا خواهد نشکل که جنابی عالی هم بینن امسال سالی چی گفت؟ فقط درخشینانی گفت. درخت بینید الحمدلله این هم یک سنتی چی اسلام است. خدا خواهد انشاءالله چون که از درخت میوه میگیریم انشاءالله خدا خواهد حاصل میگیریم زندگیمو پیش میره حیاتمو انشاءالله خوب میشه. الله سبحانه و تعالی هممون چیکار کند این کارهای عملهای خوبه در همه دنیا تا آدمی مرده نه. حتی ببینید که رسول الله مرد چیزی هایی که راه نمیتونه میگه همین که در دست درخته همین عجل اومد میگه اول درختشنو بعد جان به حق تسلیم کن. نبینید یکی به عجل فرصت نمیده که تو درخته که تقیو بعد نیک تو همین درجه مقصد اول تقا کنو جان به حق تسلیم کن که ثوابش در قبر رسیدت بسته. در عالم برزخ در این عالم قبر خاک در باید که انشاءالله ثوابش رسیده بسته. بینید تو همین درجه اسلام عزیز ترغیبات میبره برای ما و شما. برای حرکت کنیم انشاءالله خدا خواهد این عملهای خوب خدا خواهد. نماز هم خونیم لیکن عملهای خوب بسیار کنیم. بسیار کنید انشاءالله فایدهش منفیتش میشه انشاءالله بود دو چندان میشه خدا خواهد انشاءالله. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. پروردگار چه مسائلی که ذکر کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی در دلهای مایان نور ایمان نور قرآن نور اسلام را جاگیر بگردانی همیشه برای راست برای صراط المستقیم هدایت نمای ثواب گذشتگان همین جمعیت همین مسجد آباد کرده برفتگی و همین دیار نگذشتگان خدا ناخود طریق رحمت شایسته جنت بگردانی ما زنده حالت در حفظ و پناه تا دمیدنی صبح خدا از بلاهای عزیز سمای در پناه خود نگه با باشی. اما بعد اگر عمرم آخر رسیده باشد و کلمه گفتن لا اله الا الله ختم شدن الله مناسب بگردانی. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتی یا ارحم الراحمین.